و هر لحظه میتوان یگان آفت طبیعی رو به وقوع آوردن. لیکن انسان قدرت ندارد که با مقابل آفت‌های طبیعی مبارزه بردن، لیکن امین داشتن از آفت‌های طبیعی از خود انسان وابستگی کلان دارد. در یک وقت بارشات میتوانند نه تنها عامل ترمفرایی رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی گردند، بلکه امکان فراهم می‌آورند تا سبب فرود آمدن بمب‌پوش انشاءات‌ها و دیگر خسارات مزمن گردند. روزهای 8 9 دکامبر سال جاری در تمام جمهوری با عمل آمدن بارشات، باران و برف به نظر داشته شده است. روزهای 8 و 9 دکامبر در بعضی نواحی‌های کوهی و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان بارشات پرشدت در نظر داشته شده است. لازم به تاکید است که بارشات زیاد نه تنها باعث پیامدهای در بالا ذکر شده گردد، بلکه میتواند سردی هوا را به بار آورد. سال اخیر بر اثر چنین وضعیت حرارت هوا در قسمت بالایی وادی قم، روستاهای نوآباد چرسیم ناحیه شانان بسا سرد گردیده، قفسه برف از 1 متر بالا رفت. قسمت منطقه بلندکوه ناحیه مرغاب با خنکی خود مشهور بوده. حرارت هوا در این مناطق حدود 60 درجه را در بر گرفت. از این رو اندیشیدن چاره‌های لازمی از طرف متصدیان در این سمت تقاضای زمان می باشد.